درود رفقا، چطور میتونین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. منم ایلیام و اینجا چنل ایلیامه. بله بفهم. برنامه امروز از این قراره پینگ پونگ بازی کنیم. به اسم این پلیلیست قرار از این ویدیوها زیاد بگیریم. رشته‌های مختلف با ورزشکارهای مختلف. اسم پلیلیست هم دهکده المپیک. بله چقدر گفتم حرف نزنم. خدا بس دیگه. باید آنتیپاتی بشیم. الان رسیدیم، میخوایم بریم تو دوربین اینا رو ستاپ کنیم و خیلی زود اونجا میبینیمتون. بریم که داشته باشیم. خب ما اومدیم سالن بازم معرفی کنیم مهمان ویژه این برنامه هستن. بریم که این لیگ رقابت اول آقا ایلیام آقا کیا اکبت هشته بازی اول به نفع شما تموم شد. اگه تا به اینجا ویدیو خوش اومد خواهش می‌کنم ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، این زنگوله رو بزنید. کیادش داره به پشت به خودش بازی میکنه. ماشاءالله آقا سام، من طرفدار شما ام. سامدانش میکنیم، سام ایلش میکنیم. بیا اون بعد اصلا تمرکز نمیدارم. رقابت سه کیا دنیاست مگه بعد همه کاراش بدمینتونه آجی این چو واسه بازی چهارم من و آقای عشق آقای سام میگه واقعا شعور در وجودت وجود نداره. با اینکه رونالدو فن نیستم ولی رقابت پنجم سام و کیا. حالا این بازیکن
سرویس من زور صورتم میگیرم که اونقدر بزنه از یه سایه زدیه هر کدومش سایه تر بزن بچه عجب سطحی داره مسابقات ما مسابقات دهکده المپیک ایلدان ایلیا به یک دلایل کاملا نامشخص علامت راکستار نشون میده رقابت آخر من و ایلیا اما این شوتش خیلی قشنگ بود ارزشش رو داشت که تایید 5 تا عذرخواهی کن ایلیا دوازده شوت بزن کوچولو بدبخت گفتم تو ویدیو این دور از تنیس نیست باشه همین که این اسکول آوردم بابا 4 دست بازی کردیم قبل این باخت مهم تو ویدیو